یه دونه 206 اومده برای کارشناسی. تو رو خدا ماشیناتونو قبل از خرید کارشناسی بکنید. این ماشین رو به اسم بیرنگ به این آقا خانم فروختن، ولی الان نگاه کنید ماشین به سمت چپ خوابیده. نگاه کنید الان کاپوتش تعویضه، این گرگیر تعویضه، این در رنگ، می‌بینید کلاف این ماشین رنگ شده. لای در رو نگاه کنید، اینجا ترکیدگی های بتونه رو می‌بینید، اینا همش بتونه شده. این قسمت می‌بینید جوشای غیر فابریک داره. من نور بندازم که بهتر ببینید. می‌بینید این قسمت جوشای غیر فابریک داره. ستون این ماشین رنگه، ستون وسطش می‌بینید ستون این ماشین رنگ شده، این در رنگ شده، این جلگیر رنگه و یه تقریبا نصفی از این در صندوق هم رنگ شده. و علاوه بر این که به این سمت خوابیده این ماشین، جفت نیم شاسی های جلو هم تعویضه. این قسمت نگاه کنید ببینید این شاسی چقدر به هم ریخته است. جفت نیم شاسی های این ماشین هم تعویض شده، هم این قسمت و هم این قسمت. اگر نگاه کنید می‌بینید این پرچه فابریک رو نداره و جوش غیر فابریک داره اینجا. و این سینی پشت چراغ این ماشین هم می‌بینید تعویض شده، اینجا جوشای غیر فابریک داره. حتما ماشیناتون رو تو رو خدا قبل از خرید کارشناسی بکنید که اینجوری دچار ضرر نشید.